به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز. قبل از اینکه موقعیت‌های تیم پرسپولیس رو ببینیم، این آمار رو براتون نشون میدم که پرسپولیس فقط 3 موقعیت خطرناک داشت که یکی از اونها تبدیل به گل شد و نتونست در مقابل تراکتورسازی بازی خوبی رو انجام بده. خب این اولین موقعیت تیم پرسپولیس هست که فرشاد احمدزاده با شوتی که میزنه اولین موقعیت پرسپولیس رو در نیمه دوم خلق میکنه. یعنی نیمه اول پرسپولیس هیچ موقعیتی رو نداشت. این موقعیت دوم پرسپولیس هست در دقیقه 56 با پاس زیبای احمدزاده، فرشاد احمدزاده، پاسی که اورونوف میده و خلیزاده اگه در این صحنه هوشیار نبود میتونست دروازه تراکتورسازی با تهدید جدی مواجه بشه. اینم صحنه است، ببینید با طرحی که شجاع میزنه دروازه تراکتورسازی رو نجات. موقعیت سوم موقعیت گل پرسپولیس هست. در این صحنه 3 بازیکن تراکتورسازی که دانیال اسمالیفر، ریکاردو آلوز و امیرحسین حسینزاده هستند در کنار مدافع تیم پرسپولیس ایوب الاملود قرار دارن که هیچ کدوم نمیتونن بازیکن پرسپولیس رو مهار کنن و اون با یک ضربه دقیق و حساب شده دروازه تراکتورسازی رو باز میکنه. خب موقعیت‌های پرسپولیس رو دیدید. در فوتبال خب تعداد شوت‌ها و پاس‌ها چندان مهم نیست و دیدید در صحنه دوم شوتی زده نشد و تکل شجاع خلیزاده اصلا نذاشت که اورونوف شوت بزنه به سمت دروازه، ولی جزو موقعیت‌های خطرناک پرسپولیس بود. پس در فوتبال موقعیت‌ها مهم هستن نه تعداد شوت‌ها، چون ممکنه حتی یک شوت ضعیف در چارچوبی زده بشه ولی موقعیت چندانی برای تیم ایجاد نکنه. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. موقعیت‌های تیم تراکتورسازی رو جدا در یک ویدیو دیگه ضبط کردم و اونجا هم آنالیز داره 13 موقعیتی که تیم تراکتورسازی ایجاد کرده که میتونید از کانال مشاهده کنید. با آرزوی سلامتی شما رو به خدای بزرگ مهربان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.